دورا حکومت قاجاران ج دوران هر رشدتاری دیروک ایرانه. لسال 1795 زاینی چاقیق آقا محمد خان قاجار ج ترکین قجری لتهران تاج حکومت دا سریخا روژا خلک بو شب تاری. ضعف حکومت ناوندی قجری جها ولات داگیر کر اروپایی لایران وکر. جالک دا انگلیس بوکو کلونی خواه هندوستان داگره دیفال قالند خواه لیران مکن دکر. لوی دمه خباتا مزن فرانسه سر کتبو و ناپلئون خواه سروک گشتی جهان زانیو. لوما جبوکو لهمبر انگلیس چی سر کبه آژانسین امپریالیستی فرانسه جی چند به چند انگلیسیان تهران داگیر کربون. سرپارا ولا هر دیان روسیه تزاری وکو تم خونا داگیر کرنی اردو خاک ایرانی دادی و ورسی خواب پان در دورا خاک ایرانی و به تایبت خراسانی و تالشه دریش کربون. وسابو کو ولات ایرانی وکی برخی که بیده در چنگا چند گران ما بود. ولاتین داگیر کر هر روز حلقا حسر حکومت ناوندی ایرانی به قبولاندن بریارین جور به جور پردر دخنقاندن و شاهین قجری جبوک و چند روزان پرتر لسر تخت حکومت بن جبو برجواندی آقاین خواد خبتین. پشتی محمد شاه قاجار ناصرالدین شاه گشت حکومته لدیرا حکومت ناصرالدین شاه وکو دست و رسان پرتر لخاکی ولات دریج بو و بریارنامه این پرتر لخلک مظلوم ایرانه دهاتن حملاندن. سال 1847 زاینی بود. لوی ساله محمد شاه قاجار کوچ داوی کرد و کروی ناصرالدین میرزا بو شاه ایرانه. لوی ساله ناصرالدین شاه لسر تخت حکومت ایرانی رونش و بو شاه ایرانی. دورا حکومت ناصرالدین شاه 50 سال دومی. 50 سال بندستی، 50 سال آستنگی. جیانک 50 ساله ل ظلم و جوره به جاران سنورین ما به دست دشمن هاتن داگیر کرن به جاران دشمن هاتن و مالین ما خوپان کرن خورتین ما شهید کرن. بله 50 سال بندستی. بیورزتیا دربار شاهی گهش و وی داره کو دو امپریالیست روس و انگلیس روز به روز پرتر جبو برجواندیا خواد خبتین. بریارین جور به جور کنتاکتین جور به جور. بریارنامه پاریسه بریارنامه آخاله و داغ دل کرمان جان. بریارنامه فیروزه و حساره. هر بریار که دهات پارک جوالات دچو. هر بریار که دهات خین شهیدین ما خین اگیدین ما سنورین ما سور دکرن. دور حکمت قجری وساو براین من. ناچار نکو گره وگرنه رول آذربایجان لدور فتلی شاه قاجار و عباس میزان آیب سلطنوی واکو وشه نکرن جنگی خواه و اورسیت را ادامه بن ناچار و شکست بون
بعد ایلخانی زعفرانلو، ایلخانی کرمینج، رضا قلی خان ایلخانی لقوچانه و وی سلیکوف اتلی شاکر و نصف مملکت دا اورسان مخالفو اینگا سا روس و انگلیس رضا قلی خان جدوی بوون وانا و هفرا بعدا تصمیم گرفتن و عباس میرزا قاجار و هفرا متحدون پیمان گریان روس و انگلیس و عباس میرزا و وانا لشکرکشی کرد نواتن قوچانه ایلخانی مقتدر قوچانه رضا قلی خان زعفرانلو بعضانی که دو مانویا را جنگ کردن لقوچان چهار شوانه جنگ تن به تنون قوچان بمباران کردن و قوچان توپاران کردن و خمپاره لیخستن رضا قلی خان دی که خلطی قوچان تیگرتن جا بین تره ناچارو که افغان را صلح بکه تسلیم با بعد وانا رضا قلی خان برن و شکنجه کردن و تا تبعید کردن آذربایجان ل ره میانه و تبریز ل رضا قلی خان را تک کشتن. بعد جدوی واناتن قوچان خراب کردن دیسا جنیان سامخان ایلخانی گرتن لای رضا قلی خان بر نزندانه 15 سال لزندانه بیو تا محمد شاه قاجار مر اینگا وانا وگریان هاتن تا زمانه ناصرالدین شاه تروی کرد ناصرالدین شاه تروی کرد سامخان ایلخانی و ناصرالدین شاه و کنار هاتن ابرا هاتن مشهد فتنه سالار خلاص کردن بعد چون هرات سالش زحمت شدن تا هرات فتح کردن دو مرتبه انگلیسیان حل گرفتن وانا بعد دیسا روس و انگلیس وانا و هفرات متحد بون انگلیسیان جا جنوب جا طرف خلیج فارس تا حمله کردن روسان جا جواری دریای مازندران جبیالی حمله کردن سامخان ایلخانی و حسام السلطنه و والی خراسان که آپشاو هرات گرتن جعفر قلی خان ایلخانی چو تهران یک هر جنوب یاری دلیران تنگستان رو محاصره کن بعد ناصرالدین شاه نرشت روسان هاتن وارد شمال خراسان بون چون خانه نکرمی جینا ناطق رضا قلی خان ایلخانی و لاوی خان ایلخانی و وانا کشتاتون کشتن زمین سوان را فراهم بود وانا هاتن شمال خراسان گرتن در نتیجه گوکتپه و فیروزه و اشقابات و خیوه و بخارا و سمرقند و مرو و وانا کل اورسان اشغال کرد. ضعف حکومت این قاجاران بو سبب که ولاتین داگیر کر روسیه و انگلیس لوی دورانه به تحمیل کردن بریارین پر گلک زحمت و ضررین تاریخی بکیننه گل ایرانه لکس نه و شارتن کو بریارنامه گلستان کلناف برای ایران و روس هات گریدان ننگو تنیا دامان تاریخی ایرانه لوی بریاره کل سال 1811 زاینی هات گریدان حکومت قاجاری ایالتین گرجستان، داغستان، باکوی، دربند، شروان، قره‌باغ، شکی، گنجه، موغان و بشاجورین تالشه با همیشه بخشنده روسیه و خاکی کو به هزاران سال بریتن خوینی هزاران مروان هات بورا گرتن و ساجده است چو این چند سال انجا بریارا ننگین گلستان درباس نبو کو لسال 1827 دنیه که دن لحنیه ولات ملکت و جارا بریارنامه ترکمانچای دیسان جعل دولت روس لحکومت ایران هات حملاندن لبریارنامه ترکمانچای جبو پارک دن جوالات ایران جدس هره دیسان روس لنگی خال پیشتانی یروان و نخجوان که تاوه دمه لسر ارد ایران بون هاتن جیا کرن و بو همیشه جغرافیای پولیتیکی ایران سیوا بون چاقی که دورا حکومت گیش ناصرالدین شاه قاجار روشا جیان خلک گلک آلوزتر بون لبریارنامه پاریس که وی دمه هاتا گریدان افغانستان که تاوه چاقی جه ایالات ایرانی بو سرخه بو و جه ایران جها بو لبریارنامه فیروزه و حصار جی که لدورا حکومت ناصرالدین شاه هات گریدان
پارک دن جوالاتی عزیز هات بخشاندن لی وی جارا گیز لسری خلکی کرمانج هات اشکاندن فیروزه جباجارین کورتیدای خراسانی و لسرحد روسیه ولاتک به مرگ و کانی و به نعمت زعف لوی بریاره گند خراب حساره گو برنجی یا ایرانی بو دان ایرانی و فیروزه باجار جوانی کورتیدای خراسانی چو سر اردی روسیه جال حکومت ناوندی تهرانه امین نظام خائن جبو تحویلدان تهرانی بر به خراسانی هات امین نظام دستور پایتخت به امیر حسین خان شجاع الدوله حاکمی کرد قوچانی داد امیر حسین خان شجاع الدوله گو به دل نرازی بو خیانت گوی بگه انجامه نچار بو کو بو چار سرکرن آوه روشه بر به فیروزه هره لریا فیروزه بو که حسبی بی شیط بو و امیر جه حسب کت و روژا دنجی به نخاشی آوه کتنه بر به رحمت خودی چون خلک کرد خراسان هین وی به خوشی و خوشناوی تینه بیر کرن جناب امیر حسین خان توکل به خودی کن رحمتی و انشالله پر شکر خواده دکم امیر نظام شکر اوی دکم که عمرم کرد کرد تا ننگ ولات فروشیه لما و لخلق کرد نکبه امیر چه فرمایشان دکن ولات فروشی فیروزه هین ولات میه عالی جناب شاهنشاه ناصرالدین شاه پجاران جمنوته ساوی ولات دلده شفتینه شاهنشاهی دایی گور به گور ولات فروش ولات گشت و فریته ما دل پا میده شفتینه یا به حرم سرا و خلوت خانه و تاج و تخت خواه بابا بیره ما سرحد و سرور داگرتن و بابا بیره گور به گور وی حرم سرا و خلوت خانه خواه محکم گردن تو مینار ریویه در دورای گران چه هوای دا خفی مالا شفتی امرا امیر من دریش به توی زیلان کشکامن تنبورات لکوه به دلم پرتنگ بوه برین لیخن زیلان سرچاوان امیر
سال هشکی بو بارانک جا از مان خودی نهات بو نی برفک لزوستانی جی نهات بو گلی گندی تشتک بو خارنی تو نبون لباجاران جی وسا بو مامورین دولتی و حکومتی زورا خطنین سرگلی خواه و یا وان تشتک بو گوتنی تشتک بو داتینی تشتک بو دیتنی تو نبون به امر حکومت مرکزی مالیات لگل و سال پرگرید آبون جبو جنورد ناوند حکومت مرکزی خبر هات کو جبو مالیات را پیویسته هون هر کار دکان بکن ایشا خبر دن هون تشتی خواب بفروشن مالیات حکومتی بدن ظلم و جور حاکم قجری روشا داگیر کرانه حکومت امپریالیستی و بریارنامین حملی لخلکه روز به روز روشا جیانی گل آلوز دکر سرباری آونا مالیات و مواجبن که حکومت جه خلک هلگرد امان جوان بریو لبهار سال 1905 آصف دوله والی خراسانه جال مظفرالدین شاه نخواش والی بو سالک هش کن خلکی جود یار و گندی تا خلک هلنانی بون فقر و برچی بون لگشت ولاتن دهات برچاوان زورا حاکم خراسانه جبو هلگرتین مالیات لوه ساله تراژدیک هری خنگین چکر کو سرهفدا یک دن لعنیا حکومت قاجاری و آغاین امپریالیست وان کرد حکایتا فریتنی کچین کرد قوچانی تجاران جلا پرین رشد دیرو که نه پاکرن حکایت واو کو چاقه کو خلکی نچار کرد ندکاری بون مالیات بدن به دستور حاکم خراسانه جهر مالک کچک آلشیا مالیات برنو فریتنه ترمانان تا جورا مالیات وان خلکی برچی ولات ایران بکن خبرها به زور فریتنا کچکین کرد جبو مالیات جال حکومت قجری لتمام روزنامه ایران و اروپا هاتنویسین خلکی جهندین یا ایران لوه تراژدیه بگل کرد را گیریان و هدی تراژدیه کشکین کرد قوچانی بو دستمایا یکتیا گلین بندست ایرانی تا دژی حکومت زوربیج قجریان بسکنن نها دنگی خدانی گل جگند و باجار دهات ما هون دزانن چاهات سریمه شرمش بو تاریخی را شرمش بو دیروکی را شرمش بو همو حکومتین که دخوازن به زور گلی بندست بکن برده یا دستی خواه گوتن جبو مالیات را تشتی خواه بفروشن لگل تشک بو فریتنی نبو گوتن کچین خواه بفروشن دیرو که لا پرک خوایا رش وکر لوی ساله گلی میا کرد جبو جبر حکومت جبو که مالیات حکومتی بدن 300 کچک 300 قیز 300 گل جا گل این سور جاین خواه دان حکومتیان وان فریتن چیروکا کچک فروشی حکومت قاجار لهمو دنیای بلا بو روزنامه وطن روزنامه ایران روزنامه حبلا مکم همویان در روز آداوی نویسین حکومت ناوندی جبو که مالیات جگلی خوایا مظلوم بسینه کچی وان ناموسی وان فرید دیروک نویسن ویل دیروک نویسین زاروکین دهاتو خواندن و ایرو ام ویلا پری رش دیروک ودکن جبو ورا دخوینن تا بزانن چه هاتی سریمه برانو
پاییزا سال 1905 بویرک دن به سر خلک می کرده هات. نفوذ آژانس امپریالیستی لحاکم تهران و به تایبت حاکم خراسان دست خیانت وان گلک دریش کرده بود. لیگا پاییزا سال 1905 آصف دوله حاکم خراسان به هفدستی کمیسر روس ترکمن یموت هجد کن تا جبو داگیر کرن خراسان هیرش بینن سرگندی این سرحده. ترمانان که به سالان چاو لریاوه فرصت بون هیزین خواه آماده دکن و جه سنور تلاو در باست بن و جه زاوی الامان و زوزان خرطوط و رازه بر به دشت قرغه تا کلای جنگا دن. نافچه جنگا وارا اشیرتا کردین باچیان یا باشکانو. اشیرتا باشکان جه کردین شکاکن کو پاراوین یا مزن هین لملازگرد کردستانینه. داری سبایا روژا 11 نوامبر سال 1905 کو جنو زاروک و کالو پیرن باچیان لخونا خای خاشون به خیال راحت کو حاکمن وان ولات را گرتنه سنور مکمن و سرحد لاسایشه. نشکیوا به خجاوی تقین تفانگانو هیوهی ترمانان و شیهی هسپان جخوه رابون دناف آرو شوتین و نالین و قیرین دا گشتن و شفتاندن و برن روشگو درکت طایفه باچیان حاصل خیانت حاکمین خادین 11 شهید و 62 وندابوی همو جن و کچک تراژدی لسر تراژدیان یا ماو آرو آری و سرهفداو یا ماو آخو نالین و قیرین و جان و ایشان قسمت آگلی مظلوم جه حکومت قجری. سالادن پارلمان چه بود؟ باچیان شکایت برنه پارلمانه لی شکایت جدست که او بکه نه خوینا خلک هاتو و جوش و کله نه چه دماغیر استفانگه طالوی سجده کن تا قیتاشی خوین عزیزین خواهلینن لی روح شورشگری و شروانی مروین چیان وسایه روح آزادی لکالبت کووکین چیان